محفل نامزدی زهرا الهام با عشقش جمال مبارز در استرالیا و چهره عروسانه زهرا الهام در لباسهای ایندی. زهرا الهام چگونه و چطور به کشور استرالیا رفته است؟ دلیل نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز چیست؟ آیا این کار واقعیت بوده است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان موفق و با استعداد کشور با جمال مبارز یکی از هنرمندان نام‌آوازه و محبوب افغانستان در میان جوانان بوده است که آهنگ‌های جمال مبارز بیشتر از 15 میلیون بار بازدید را در صفحه یوتیوب از آن خود می‌کند. جمال مبارز با سبک هنری خاصش شهرت و محبوبیت در میان جوانان کشورش بالخصوص مردم هزاره کسب کرد. جمال مبارز با زهرا الهام در کشور استرالیا زندگی می کند و این دو محفل نامزدیشان را با شکوه در شهر سیدنی استرالیا برگزار کردند. جمال مبارز تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار داشت و به همین خاطر آریانا سعید وی را کمک کرد تا در برنامه ستاره افغان و برنامه ابر ستاره تلویزیون طلوع مقام اول را از آن خود کند. جمال مبارز در کشور استرالیا هم به کارهای هنریش مانند قبل ادامه داده است و رپ‌های جدید اعتراضی می‌سراید. زهرا الهام هم در کشور استرالیا مانند قبل کارهای هنریش را به پیش می‌برد و کنسرت‌های بیشماری برای علاقه‌مندانش در شهرهای مختلف این کشور برگزار می‌کند. من هم پیوند نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی کامیابی، موفقیت و سلامتی برای این دو جوان از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سلامتی، کامیابی آرزوی همیشگی من است برای هر یک از شما خوبان. تا درود دیگر، شاد و موفق و کامیاب باشید.